یه شب که سر کار بودم یه مقدار وقت آزاد پیدا کردم. نشستم فکر کردم رو کاری که قراره برای بازسازی انجام بدم، از راهروی ورودی تا درب، ستونها و سبک آجرایی که به جای نرده قرار استفاده بشه. فردای اون روز تو باغ اینا رو تست کردم ببینم چه تعداد آجر نیاز هست، چه مدلایی رو باید استفاده کنم و یه لیستی رو تهیه کردم و واسه خرید اقدام کردم. از ورودی شروع کردیم، همون چیزی که تو ذهنم بود. 2 دیوار آجوری با آجرای قزاقی یا قرمز. این همون متریالیه که به محیط باغ و طبیعت نزدیکه. قرار شد آجرای قرمز با بند سفید که از سیمان سفید روی هم چیده بشه. دیوار ایوانم قرار بود مثل این عکس کار بشه، اما یهو متوجه شدم عرض دیوار خیلی بیشتر از اون چیزیه که مد نظره. وقتی آجرای ال شکل رو روبروی هم میچیدیم بند بینشون بیشتر از 10 سانت بود. طول بلوکا 40 سانت بود و این نمیذاش که طرح خوبی رو بتونیم اجرا کنه. پس تصمیم گرفتیم که 10 سانت از طول بلوکا کم کنیم. یکی یکی بلوکا رو شکستیم تا به طول 30 برسیم. قضیه که ما اونجا بود باز که میره میره باید کناره نه واقعا کشی بیم یا ما گروه بکنیم یا اگلیز بیز قبل بیم و پیشترمون نه سینه خیرامات هم رفت دیدی بره یا لیک ما گروه ببریم دامه جاب داشت بامه مثلا خودم یا بی زادی کنیم